چرا؟ یهودی ریش دراز کرده میتواند و این را نمونه دین خود میداند، اما مردی مسلمان این کار را کند در حال او را تروریست میگویند. چرا؟ راهبه خریستیان میتواند از سر تا پا خود را پوشاند و این را فرمان دین میگوید. آیا همینطور نیست؟ اما اگر زنی مسلمان خود را از چشم بیگانه نگاه داشته حجاب پوشد، او را در حال بی‌مدنیت، بیگانه پرست و پسمانده گفته تحقیر میکنند. چرا؟ هر یک دختر دانشجو با لباس دلخواهش میتواند به دانشگاه ها برود، اما دختر مسلمان در اکثریت تحصیلگاه های دنیا با رایمال تحصیل کردنش تحقیق می شود. چرا؟ اگر یک زنی غربی از خانه نبرآمده به تربیت فرزند خود را ببخشد، او قهرمان می شود و درباره او فیلم ها گرفته می شود. زنی فداکار گفته می شود. اما اگر زنی مسلمان همین کار را فرمان دین دانسته و تربیت فرزند مشغول شود، او را پس زده محبوس خانه می گویند. چرا؟ یک یهودی یا خریستیان کسی را به قتل رساند، در محکمه نسبت دین او گپ زده نمی شود. اگر مسلمان عمل زیرین را کند، اول دین او ویردی زبان ها می شود. چرا؟ راهبان یهودی یا خریستیان به دینشان دعوت کرده اسلام را تنقیح کنند باطل ندارد، اما اگر عالمی مسلمان به دین حق دعوت کرده و باطل بودن دیگر دین ها را گوید، تروریست گفته به کنج زندان روانه می کند. چرا؟ وسایل اخبارات عامه کفر به قدری خواستهشان میتوانند اسلام را دینی تروریسم گفته تنقیح کنند، اما اگر یک مسلمان در وسایل اخبارات عامه ظلم‌های کفار را آشکار گپ زند، او را در حال تروریست گفته از دیگران میخواهند تا او را تروریست دانند. چرا؟ کافران در جای خواستهشان مسلمانان را به قتل میرسانند و حتی پیغمبرشان را بی‌ملال مسخره میکنند، اما اگر مسلمانان از پیغمبر خود دفاع کنند، در حال به عالم همچون تروریست نشان داده همه انسانیت را به تروریسم بودن دین مبین اسلام خانه کردن میخواهند. چرا؟ کسی اگر برای نجات جان کسی خود را قربان کند، او قهرمان نامیده می شود، لیکن در فلسطین، افغانستان، سوریه، عراق یا اینکه یک مسلمان میانمار از جان عائله و مال و ملکش دفاع کند، او را تروریست گفته از او نفرت میکند. چرا؟ هر وقتی که با مشکل روبرو شویم، برای حل او هر گونه راه حل را میجوییم، لیکن جواب هر گونه معما در دین مبین اسلام گفته شود، از گوش کردن سخن حق خودداری میکنیم. سبب این چیست؟ آیا به دینی که اعتقاد کرده ایمان آورده این تروریسم میدانیم؟ چرا؟